Abali ibn Sino. برای چی طب علملari گفتن ایستگینی؟ اون کس حق حقوق ندارد و او رو ازبک گفتم با. برای اون که ازبک خودش وجود نداشت. تا دوره رئالیته. ملت ازبک حتی اون کس نمیشناخت. کی بود وای؟ این نادرستیم. اگر همین سینفای تاجیکی گروه های تاجیکی کشاده شود و بعد بینید که با از ما همین ابن سینا های احمد دانشو برآمدن میگیرن. صدر نینی جلال اکرام برین آدم بزرگ. تاریخ رو نفسر دانستن در کار، تاریخ رو نفسر آموزند. اگر ادبیات ازبک از عصر 15 از علی شیر نوایی صرف شدگی باشد، اگر ادبیات ما در عصر 9 از ابو عبدالله رودکی صرف شدگی بود در بخارا و یگان کس حق ندارد ملتش ویران کردن. با ما هزار سالها وجود داشتیم، حتی در زمانهای زردشتیان، در زمان سامانیان هم علم معرفت همیشه به زبان تاجیکی زبان فارسی بود.